وقت همگیتون بخیر باشه. به کانال من خوش اومدین. من آزاده هستم. امروز میخوایم با هم دیگه چند تا حرکت برای عضلات لگن و پایین کمر انجام بدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. امروز میخوایم بیشتر روی عضله‌های کمر و لگنمون تمرین بکنیم. برای شروع حرکات اول دراز میکشیم. خیلی آروم و با احتیاط دراز میکشیم. پاها رو صاف میکنیم، بدن رو رها میکنیم. کف دستامون رو به سمت سقف یا به سمت آسمونه. بدن رو رها میکنیم، شلو ریلکس. پاها رو رها میکنیم، دستا رو رها میکنیم. ستون مهره ها، سر و گردن، کل بدن رو آزاد و رها میکنیم. توجهمون رو میاریم به دم و بازدم. نفس میکشیم، دم و با بازدم بدن رو بیشتر و بیشتر رها میکنیم. دم میگیریم. اگه درد یا خستگی داریم اون رو به سمت زمین آزاد و رها میکنیم. دوباره دم و بازدم. این بار زانوها رو خم میکنیم، با بازدم میاریم توی شکم. انگشتای پا رو فعال میکنیم. میتونیم ساق پا رو بگیریم یا رونها رو بگیریم. چونه رو به گلو نزدیک میکنیم. به کششی که توی پشتمون داریم توجه میکنیم. میتونیم به چپ و راست بچرخیم، یه کوچولو بغلتیم. حس و حال عضله‌های پایین کمرمون رو بیشتر و بیشتر حسشون بکنیم. هرچی میتونیم بیشتر زانوها رو میکشیم به سمت قفسه سینه. دم میگیریم و آماده میشیم با بازدم. آروم سرمون رو بالا میاریم، نزدیک میکنیم به قفسه سینه. اگه میتونیم آرنجا رو یه کوچولو باز میکنیم، از همدیگه دورشون میکنیم. بیشتر سعی میکنیم زانوها به قفسه سینه بچسبن. فشار اضافه رو گردنمون نیست. با کمک عضله‌های شکممون باقی میمونیم. همونطور که گفتم میتونیم رونا رو بگیریم یا ساق پا رو بگیریم، فرقی نمیکنه. اینجا باقی میمونیم. یک کوچولو به حس و حال پشت کمرمون توجه میکنیم و آروم بلند میشینیم. وقتی که میخوایم بشینیم همیشه سعی میکنیم که روی عضله‌های لگن بشینیم و از پشتمون رو صاف بکنیم. استخوان‌های لگن رو پیدا میکنیم. مهره ها رو به بالا میکشیم. زانوها رو خم میکنیم. سعی میکنیم که زانوهامون با مچ پامون توی یه راستا و یه خط قرار بگیرن. نفس میکشیم و آماده میشیم برای حرکت قایق که اگه بخواید میتونین توضیحات کاملش رو تو ویدیوهای قبلی ببینید. وقتی که میخوایم برای حرکت قایق آماده بشیم سعی میکنیم پشتمون رو صاف بکنیم. قفسه سینه‌مون رو کامل باز میکنیم. پشتمون صافه و یه کوچولو به سمت عقب خم میشیم. سرشونه ها رو میاریم پایین تا جایی که میتونیم. آروم پاها رو از روی زمین جدا میکنیم. پشت صاف نگه میداریم. حواسمون باشه که چه فشاری روی شکم و عضله‌های کمرمون داریم میاریم. اگه میخوایم چالش بیشتر داشته باشیم میتونیم دستامون هم رها کنیم. موازی پاهامون نگه داریم. ببینیم که چه حس و حالی توی کمر و شکممون داریم. نفس میکشیم. باقی میمونیم. یکم بیشتر چالش بخوایم پاها رو صاف میکنیم. به حس و حالتون توجه کنین. خسته که شدیم آروم پاها رو رها میکنیم. دستا رو میذاریم روی زانوها. پیشونی رو میذاریم روی دستامون. نفس میکشیم. به ضربان قلبمون توجه میکنیم تو این حالت. به حس و حالی که داریم. به پشت کمرمون توجه میکنیم. شکممون. آروم با دم سر رو میاریم بالا. پشت رو دوباره صاف میکنیم. میشینیم. آماده میشیم برای حرکت پروانه. کف پاها رو به هم دیگه میچسبونیم. مچ پاها رو به سمت خودمون نزدیک میکنیم. دوباره سعی میکنیم زانوها رو تا جایی که میتونیم به سمت زمین نزدیک بکنیم و پشتمون رو صاف بکنیم. عضله‌های کمر رو بهش توجه میکنیم. بدن رو میکشیم به سمت بالا. قفسه سینه رو باز نگه میداریم تو این حالت. به کششی که پشت
رونامون داریم، پشت کمرمون داریم توجه میکنیم. یه کوچولو چپ و راست میتونیم بریم، حس و حالمون رو نگاه کنیم ببینیم که چجوری هستش. دم میگیری با بازدم آروم به سمت جلو خم میشیم. یه کوچولو فشار اضافه نیارین، حسه پشت کمرتون رو توجه کنین بهش. سر تو راستای ستون مهره ها هستش، سر رو رها نمی کنیم، انگار که میخوایم شکممون رو به پاهامون نزدیک تر کنیم. پشت کتفا رو باز دوباره به همدیگه فشار میدیم، پشتمون گرد نشه، قفسه سینه باز باشه. تو این حالت باقی میمونیم. کشش پشت عضله‌های کمر رو حس میکنیم. دم آروم برمیگردیم بالا. دوباره بالاتر رو میکشیم به سمت بالا. دم دستا میاریم میکشیمشون بالا. با بازدم دست راست میاد جلو، دست چپ رو میبریم پشتمون میذاریم. سعی میکنیم آروم بچرخیم به سمت سرشونه چپ و به سرشونه چپمون نگاه میکنیم. حواسمون هست روی دست عقبمون تکیه نمیدیم. بالا تنه رو میکشیم بالا، پشتمون رو صاف نگه میداریم. تا جایی که میتونیم بیشتر و بیشتر میپیچیم. چشممون رو به سمت سرشونه چپ و زمین رها میکنیم. آروم با دم بر میگردیم. دوباره دستا بالا. این بار بازدم دست چپ میاد جلو قرار میگیره، دست راست رو میبریم پشتمون میذاریم روی زمین. دوباره سرشونه راست رو میچرخونیم به سمت عقب، بر میگردیم به سرشونه راستمون نگاه میکنیم. بالا تنه رو میکشیم بالا، تکیه به دستمون نمیدیم. حسی که پشت عضله‌های شکم و کمر داریم و نگاه میکنیم. نفس میکشیم، پیچش رو کامل توی شکم و پهلوامون حس میکنیم. دم دوباره دستا رو میکشیم بالا، برمیگردیم وسط. بازدم دستا رو آزاد میکنیم، دوباره میزنیم روی پاهامون. نفس میکشیم، به حس و حالمون توجه میکنیم. حالا پای راست رو خم نگه میداریم، پای چپمون رو صاف میکنیم، انگشتای پای چپ رو فعال میکنیم. اگه خیلی سختی یه کوچولو زانوی پای چپ رو میتونیم خم کنیم، اگه نه میتونیم کامل صافش بکنیم. حالا آروم آروم با پشت صاف سعی میکنیم بدن رو بکشیم به سمت پای چپمون. قفسه سینه رو باز نگه میداریم. دستامون رو میتونیم روی ساق پا، روی رونمون بذاریم، یا اگه میتونیم آروم نزدیک کنیم به سمت انگشتای پامون. حواسمون باشه که پشت کمرمون صافه و فشار اضافه به کمرمون نمیاریم. دوباره کتفا رو توی همدیگه میفرستیم، پشت و صاف نگه میداریم تا قفسه سینمون باز باقی بمونه. به کششی که پشت کمر داریم توجه میکنیم، سر رو رها میکنیم، باقی میمونیم تو این حرکت. نفس میکشیم و به حس و حالمون کاملا آگاه میشیم. دم و باز دم انجام میدیم. باقی میمونیم. نفس میکشیم. کشش رو بیشتر حس میکنیم. هرچی بیشتر تو حرکت ها باقی بمونیم تاثیرشون بیشتر میشه. آروم با دم برمیگردیم بالا. با کمک دستمون زانوی پای چپمون رو خم میکنیم و این بار پای راست رو صاف میکنیم. دوباره اگه خیلی برامون سخته زانو رو میتونیم یک کوچولو خم بکنیم، پشت رو صاف میکنیم، انگشتا رو به سمت خودمون برمیگردونیم. آماده میشیم با بازدم به سمت پای راستمون بریم. دوباره میتونیم زانوشو خم یا صاف نگه داریم. میتونیم ساق پا رو بگیریم، رونمون رو بگیریم، یا اگه میتونیم به سمت انگشتای پامون حرکت بکنیم. پشت رو صاف نگه میداریم. کتفا رو تو هم دیگه فشار میدیم که پشتمون گرد نشه. باقی میمونیم و دوباره به کششی که پشتمون هست توجه میکنیم. نفس میکشیم. آروم آروم سر رو رها میکنیم. دم و باز دم انجام میدیم و آروم برمیگردیم با دم بالا. با کمک دستمون زانو رو خم میکنیم. هر دوتا پاها رو خم میکنیم، نگهشون میداریم کنار هم دیگه. دوباره میشینیم توی وضعیت راحت. چشما رو میبندیم، به حس و حالمون توجه میکنیم، به ضربان قلبمون، نفس هامون، و آروم چشما رو به سمت زمین باز میکنیم. نفس میکشیم.
حالا آروم آماده میشیم که برای حرکت مالاسانا. زانوها رو از رو زمین بلند میکنیم، کف پاها رو روی زمین فشار میدیم، لگن رو تا جایی که میتونیم میکشیم به سمت پایین، پشتمون رو صاف میکنیم، سعی میکنیم پاشنه ها رو فشار بدیم. اگه امکان پذیر هست برامون کف دستا رو روی همدیگه میذاریم، آرنجا رو خم میکنیم. حالا آرنجا رو میفرستیم بین زانوها و با کمک بازوامون سعی میکنیم زانوها رو از هم یکم دور کنیم. به حس و حال لگنمون توجه میکنیم، میمونیم، نفس میکشیم، دم و بازدم. سعی میکنیم تو این حرکت باقی بمونیم و تعادلمون رو حفظ کنیم. آروم برمیگردیم از حرکت، دوباره میشینیم، بدن رو رها میکنیم، پشتمون رو صاف میکنیم، به حس و حالمون نگاه میکنیم، دوباره پشت کتفا رو میکشیم به سمت همدیگه و ستون مهرا رو میکشیم بالا، پشتمون رو صاف میکنیم، آروم دراز میکشیم، آماده میشیم برای یه پیچ. هر پیچی که دوست دارین رو میتونیم انجام بدیم، هیچ فرقی نمیکنه. بدن رو ریلکس میکنیم، زانوها رو خم میکنیم. میتونیم به این روش انجام بدیم پیچمون رو که پای راست رو بندازیم روی پای چپ، دست راست رو باز کنیم، با کمک دست چپ پاها رو میکشیم به سمت چپ، سر و گردن رو با بازدم برمیگردونیم به سمت دست راست، به دست راستمون نگاه میکنیم، نفس میکشیم، کشش رو توی پهلوی راستمون حس میکنیم، باقی میمونیم. زانوها رو تا جایی که میتونیم بیشتر میرسونیم به زمین، دم برمیگردیم وسط، با بازدم پاها رو جابجا میکنیم، پای چپ رو میذاریم رو پای راست، دست چپ رو باز میکنیم، پاها رو میفرستیم به سمت راست، برمیگردیم به دست چپمون نگاه میکنیم. این بار کشش رو تو پهلوی چپ حس میکنیم، نفس میکشیم و باقی میمونیم. زانوها رو بیشتر به سمت زمین نزدیک میکنیم، دم و بازدم و آروم با دم برمیگردیم، زانوها رو از روی هم دیگه برمیداریم، نفس میکشیم، بدن رو رها میکنیم، به حس حالمون توجه میکنیم. دوباره میتونیم زانوها رو خم بکنیم، کف دستا رو روی زمین فشار میدیم، دم میگیریم، با بازدم شکم و پشت کمر رو فشار میدیم به سمت زمین، رها میکنیم، دوباره فشار، رها میکنیم، یه دور دیگه فشار میدیم، رها میکنیم، به حس و حالمون توجه میکنیم، ادامه میدیم، دوباره فشار میدیم، کمر رو به سمت زمین رها میکنیم، نفس میکشیم و آروم بدن رو آزاد و رها میذاریم، به حس و حال این لحظمون آگاه میشیم، به بدنمون، هر حسی که داریم فقط بهش توجه میکنیم. با چشمای بسته توجه میاریم به پاهامون، از انگشتای پا تا لگن رو رها میکنیم، دستا رو رها میکنیم، از انگشتا تا سرشونه ها، بالا تنه رو رها میکنیم، سر و گردن رو رها میکنیم، صورت رو رها میکنیم و نفس میکشیم. روز همگیتون سرشار از شادی. امیدوارم از این ویدیو کوتاه در مورد حرکت‌های مربوط به پایین کمر و لگن لذت برده باشین. لطفاً کامنت